بچه‌ها به کانال امیر زیزو خوش اومدید. امروز اومدم دو تا از اتچمنت های اسنایپرمو بهتون نشون بدم. چه خبر بچه‌ها؟ ساب کنید، لایک کنید، زنگوله رو روشن کنید تا هر وقت ویدیوی جدید میذارم یوتیوب بهتون خبر بده و بیاین ویدیوهای جدید منو ببینید. چه خبر بچه‌ها؟ بریم از اولین دیلم. این دیل سریع الان میریم اتچمنتاشون یه عکس بگیریم. گلده الان بریم یک دست تمرینی میزنیم. خب بعد بریم سراغ لوکاس. من دو تا لوکاس دارم. بهترین لوکاسم اینم گلده، ولی خب خیلی لوکاس خوبیه. هیچ موقع دوربین نذارین. دوربین رو بیاین اینجا حالتی که دوست دارین رو انتخاب کنید. اینا مثلا این شکلی هر دوربین ها همینجوری هر کدومشون بر طبق اون لیزرشون عدسیشون اینجوری برای خودشون میشه. بریم سراغ اون که دیلم. اینم یه دیل دیگم. این قدرتیه، مثلا با 2 تا 3 تا تیر میتونی یه ماشین رو بترونی. خب بچه به امید دیدار خدا حافظ.